در مایدگیم در تلویزیون گیمناستیک میدیدم مسابقه می برآمده و من حواسم شده به گیمناستیک بدهی 13 سالگیم در اومدم یک سال مشق کردم بعد 2018 به سپورت وی ورزش اوشو در اومدم 5 سال ایسه من در همون وی سفری اوشو مشق کرده ایستادم بعضی نمودها هستند که بسیارتر به زنها تعلق دارد این باشد نمودی اوشو و گیمناستیک والیبال شناوری کمانوری میتواند به دخترها پسند بیاد اما در اینجا جلب دخترانی سن سالشان از 12-13 بالا کمتر به ساحه ورزش به نظر میرسند برای آنکه بعضی عائله ها عین حال باشد در همون فکر و اندیشه شان گویا که دختر هنگام مشق کردن به یگان نمودی ورزش آنها را به شوهر نمیگیرند یا که باشد آن کمتر تنیتوش به مرد مانند میشد این گپ خیلی گپ‌های نادرست است. مسابقه آسیایی در شهر روسیه بود و مول دولت ها بوده به همین مسابقه برآمده در هیجان بودم لیک حرکت کردم زور شده جای اول گرفته لیک به جای دوم رو گرفتم من باز حرکت کرده ایستادم من سال 2021 در چمپیونات آسیایی مرکزی در شهر تاشکند بود که در همون جایم جای دوم را گرفتم با آینده میخواهم که همین سپورت نپرتافته زور شده به همین چمپیونات برآمده جای اول را گرفته پرچم تاجیکستان را ببرد. شکیش که پشتی رام نمی رفته می دویده وای که میکش سال کلون شد که گوید فقط همین چشم بلخ کنی درخت بدیده برامدن دروازه که دیوال برامدن منی میخیل بودی تلانتاشه شوقشه همین چیز با یگانته که مناسکیم یگان چیز بدید گفتم مسئولیت کردیم اکن با خودم وای کردیم که این دختر بچه اکن آیندهش چیزی میشد که سمادران گفتن که بچه ویش وای نکن مونیتون رواد عشقش باشد این هر کس نمیشد که مونیتون دادش پستیم اما اکتورش کلانی هیا و یا هم طرفداری همین بودن که دیدن که عشقش زمین همون مسئولیت که دادش مسئولیت که اکتورش بیو که ایمان 90 سال همین اولادم و کلان که سن جلسه گفتن که همین چوکنی همین وایپ تیم اول نشود همین ویاش گفتن همایش گفتی اجازه داده سنفی 8 بود که دادیم. خودش مثلا پدیده با ورزش مشغول شدن دختران چیزی نقص است. خب حیات پیغمبر خودش یک مثال بهترین است. پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم با همسری جوانشون یک بازی پایگاه میکردند، یک پدنه میگویند که یعنی زود دویدن یا اینکه
داشتن زود داشتن یعنی با همسراشون بازی میکردن و این چیزا باید قبول کنیم از سخن آدم ها ترسیده مثلا آدم ها گپ میزند خب آدم ها مثلا هر گونه غیبتگویی میکند نسبت ورزش به ورزش مشغول شدن این یا اون دختر گوید این چیزی منفی است